یامال تونست اولین گلش رو توی رقابت‌های جام جهانی بزنه. مقابل عربستان 4-0 اسپانیا برد و گل اول مسابقه رو لامین یامال زد. سال 2006 لیونل مسی با شماره 19 تعویض شد. توی اولین بازی جام جهانی تونست گل بزنه و لامین یامال هم تقریبا به همین شکل، فقط منتها فرقش این بودش که فیکس بازی میکرد با همون شماره 19 با پای غیر تخصصی عین مسی، اونم تونست گل بزنه. هفتمین گلش رو برای تیم ملی اسپانیا زده، کلی هم پاس گل داده و اولین باره که جام جهانی رو تجربه میکنه و همه ما آرزو موفقیت برای این جوان اسپانیایی رو داریم. اگه دوست داری امسال اسپانیا قهرمان جام جهانی بشه و یامال تو این تورنمنت بدرخشه، حتما چنل منو فالو کن. خیلی مخلصیم.